در دهه اغجر دهاتی به نام میرعلی محمدعلی فی ناحیه واسه نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 پرورشگاه خرد استحصال خرگوش‌های محلی ساخته شده در عرفه استفاده بری قرار دارد. بینای مذکور از 2 حجره عبارت است. طبق نقشه در تالار کلان خرگوش‌ها نگاهبین کرده شده، حجره دیگر برای نگهداری خوراکواری پیش بینی گردیده است. خرگوشخانه که امروز ما تیار کردیم برای 30 خرگوش جا تیار کرده شده است که هر یکی آنها در علاهیدگی مخصوص خانه‌های خود را دارند که در درون جای کرده میشن و هر یک آنها علاهیده زندگی میکنند، بگیم جای ایستشان علاهیده میباشند. برای نگاهبینی خرگوش‌ها ما آدم مخصوص جدا میکنیم که آنها رو برده از آموزش میگذارونند، طرز پرورش نگاهبین خرگوش‌ها را با آنها یاد میدهند و اومده در اینجا در خرگوشخانه ما کار میکنند و صاحب یک جای کاری دیگر میشوند. مقصد ساختن چنین خرگوشخانه ها یا که گرمخانه ها در آن است که در آینده برای مثال بهتر نمودن خوراک کودکان در مکتب سرغذا شدن خوراک کودکان این خرگوشخانه ها کمک خود را میرساند. وقتی که خرگوش ها پرورش یافتن زیاد شدن گرفتند در همه خوراک کودکان استفاده برده می شود. تا رسیدن خرگوش ها رهبریت مؤسسه تجربه ساکنان دهه را در سمت خرگوش پروری می آموزند. در دهه اغجر در خواجگی محمد ولی سیدعلیف در این خانه‌چه 28 تا خرگوش پرورش کرده شده است. با رازگی پدرش حبیب الله به این شغل آغاز کرده است. 4 خرگوش داشتم در 2 ماه 27 اماکی محمد ولی میگوید که پرورش خرگوش کاری مشکل نیست. خوراکش هم بسیار است. در این حوله به خرگوش ها یونچقه، سبزی و غذای آمیخته میدهند. خوردنشون هر چیزی که مثال همه حیوانات میخورد، مثال علف هست، هرگیا هست، یا که مثال کرمیکارما، کنجوره، خب نشوید است که مثال سبزی، هر چیزی که همه حیوان چاروا میخورد، اینها چی خشکش است، چی ترش است، حتمی همین را میخوره. یگون مشکلی نداره. برای نگاهبین این فقط همون متأسفانه یک جایگاه خوب باشه تمام، دیگر یگون چی درکار نیست. همین کودک پرورش کرده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 برای خرگوش پروری و رشد آن همه امکانیت ها را دارد. مساحت 2 هکتار زمین های آبی نزد حولگی که مؤسسه استفاده میبرد. کارمندان قسم خواجگی مکتب برای کشت یونچقه و سبزی خوراک خرگوش ها زمین را آماده نموده ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.